دریچه کناریه دریچه نمک دستگاه. یه قیف داره میذارین سرشو، نمک رو میریزین داخلش. نمک باید مخصوص ماشین ظرفشویی باشه، سنگ نمک بهش میگن. سنگ نمک رو میریزی تا پر بشه. پر که شد دوباره درشو کیپ میکنی. هر 6 ماه یه بار باید بریزی داخلش نمک رو. سنگ نمکش هر 6 ماه یه بار میریزی. نمک باید بریم بخریم ها؟ آره از سوپرمارکت ها میگی سنگ نمک مخصوص ماشین ظرفشویی. سنگ نمک هم دونه ریز داره و دونه درشت. بگو دونه درشت میخوام، دونه ریز نگیر. سبد پایینی برای بشقاب و دیس و اینا استفاده میشه که تو این جاها چیده میشه. سبد وسطی برای لیوان و کاسه استفاده میشه که اینجا به صورت وارو میذاری، یعنی لیوان وارونه میذاریش اینجا، کاسه رو وارونه میذاری. اگه پیش دستی میوه خوری چیزی هم خواستی بشوری اینجا. الان اینا اینجوری باید بذاریم. بشقابو اینجوری نیست. لیوان هم بده. قابلمه اینا رو نمیتونی بشوری، روحی سیاه میشه. لیوان اینا رو اینجا فرقی نمیکنه به هر شکل. میچینی کنار هم وارو میذاریش هرچی ها. سبد بالایی هم برای قاشق و چنگاله. قاشق چنگاله هم یه دونه بهم بده. قاشق چنگاله هم اینطوری چیده میشه. هرچی داره. آره یکی در میون بذار که فاصله بیفته بینش، نچسبن به هم دیگه. اینا خدا به سرد کار میکنه؟ چی؟ خدا به سرد فقط با آب سرد کار میکنه. آره خودش گرم میکنه. اینجا هم جای قرصه. قرص خود ما داشتیم تموم کردیم، دوباره میاد برامون. حالا اگر نخریدی خودمون میرسه برامون. یه هفته 10 روز دیگه برامون میرسه. هنوز نفروختن شرکت رو، ولی خب باز میشه میاد واسمون. هر بار که میخوای روشن کنی یه دونه قرص باید اینجا بذاری. قرص برای چی امکانات؟ قرص برای شستشوه، مثل مایع ظرفشویی هست میریزین رو کام میریزی استفاده میکنین. قرص برای شستشوه تمیز کنندگی. نه مایع نمیتونی استفاده بکنی. فرق میکنن اینا، با دست شستن فرق میکنه. الو سلام. خب چشه گفتی؟ برنامه‌های شستشوش با این کلید پی یعنی پروگرام قابل انتخابه. هر برنامه یه مدت زمانی داره که براتون می‌نویسه. برنامه اولی اکو نوشته برای ظروفیه که حساسن، نباید با آب گرم خیلی شسته بشه، با آب ولرم نسبتا سرد میشوردش. استفاده ای نداره این برنامه براتون. برنامه بعدی برنامه‌ای که خیلی زیاد استفاده دارین ازش، ظروف چرب غذاخوریتون، ظروف چرب روزانه‌ای که هم چربی هم بوی مواد غذایی میده. برنامه‌ای که زیاد ازش استفاده میشه، برنامه کامل و خوبیه. یه شستشوی 1 ساعته داره برای ظروفی که خیلی چرب نیست، مثل حالا پیش دستی‌های میوه خوری یا استکان چایی، ظروف صبحونه‌ای، چیزی که خیلی چربی نداشته باشه، از این برنامه میتونی استفاده بکنی. یه شستشوی سریع داره، 40 دقیقه است مدت زمان کاره. شستشوی سریع برای ما ظرفا و ظروف تو ویترین گرد و خاک بشونه می‌خوایم بشوریم، اصلا آب گرم نمی‌کنه، با آب سرد میشوره این برنامه. این ظرفایی که گرد و خاک فقط بشونه می‌خوایم استفاده بکنید. یه پیش شستشو داره برای ظرفایی که از شب قبل مونده چربی بهش خوش شده. 12 دقیقه آب پاشیش میکنه که ظرفا خیس بخوره. بعد از 12 دقیقه بعد بیای برنامه اصلی تو انتخاب بکن. این برنامه فقط خیس خوردن ظرفاست که از شب قبل مونده خوش شدن. ظرف چینی راست نمی‌ذاره؟ چرا میتونی بذاری، هر ظرفی میتونی باش بشوری. برنامه آخریتون هم برنامه برای قابلمه و مایتابه، از عکسشو گذاشته واسه. اگه قابلمه مایتابه خاصی بشوری فقط از این برنامه میتونی استفاده کنی. قابلمه و مایتابه هم جنس چدن و تفلون میتونین توش بذارین، روحی و اینا نمیتونی توش بشوری. فقط چدن و تفلون رو میتونین باش بشورین. کل برنامه‌های شستشوتون هم این 6 تا برنامه است که با این کلید پی انتخاب میشه. این دو تا کلید اگه همزمان با هم بگیری صفحه نمایشگرت قفل میشه. اگه دوباره همزمان با هم بگیری از قفل خارج میشه. با این کلیدی که عکس ساعت روشه هم میتونی زمان بهش بدی که با تأخیر شروع به کار بکنه. مثلا این برنامه رو انتخاب کردی، با این کلید هم میای بهش تایم میدی فردا کار بکنه. تا 24 ساعت دیگه میتونی بهش برنامه بدی که سر ساعتش کار بکنه. برنامه روزانه میگیره. در نهایت هم کلید استارت، کلید شروع کار کرده. دیگه از اینجا به بعد کاری به کار دستگاه نداری، خودش اتوماتیک کارش انجام میده و خاموش میکنه.